3 تا کس را الله روزیش قبول نمی کند. چند کس را؟ 3 کس روزیش قبول نمی شود. وقتی این روزها به پیشگاه پروردگار می رود، الله جل مجدوه می گوید دفترش باز نکنین، اصلا نمی خوانم، اصلا گریهش کار ندارم، تهجدش کار ندارم، تراویحش کار ندارم. این 3 تا را اصلاح کرده یا نکرده؟ 3 تا. اگر این 3 تا خصلت در وجود کسی باشد، زحمت نکند، خدا قبولش نمی کند. من میگویم قبول نمی شود. این سخن من نیست، سخن محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود اول کسی که خدا روزش قبول نمی کنه او کسی است که رمضان می آید هنوزم با برادر خود خفه است. رمضان می آید هنوزم با مادر و پدر و همسایه و رفیق و دوست و مسلمان خفه است، قلبش پر از کینه هست، پر از کینه. ای باور بکنین بعض انسان ها چند برابر وزن خود کینه را حمل می کنند، چند برابر وزن خود. بسیاری ها رفتن به حج، به خانه الله، خانه پاک الله، ولی این فاضلات امرای خودشان بردن، این کینه ها و بغض ها را بردن. من کسی را سراغ دارم که رفته بعد از 2 سال به زیارت مادر خودش، همین که دروازه را باز کرده دیده که برادر بزرگش پیش مادر نشسته است، از همون جا دوباره برگشته. این فکر میکنه دیگر خدا مثل همین لباس لیلامی است که من به توسط پول خود خدا را میخرم. نه عزیز من، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله جل مجدوه روزه کسی که او کینه دارد، بغض دارد، دشمنی نسبت به برادر خود دارد، الله به درگاه خودش قبول نمیگرداند. با فرشتگان چی میگه؟ انظروا هذین، انظروا هذین. 3 مرتبه صدا کرد. حدیث 65 مسلم است. انظروا هذین، انظروا هذین. ایره بانین تا زمانی که صلح نکرده روزیش قبول نمیکنم. ایره به خواهران ما خبر برسن. عزیزان من، اونهایی که فکر میکنن ما ببخشیم، ما عفو بکنیم، ما کم میشیم، نه. شاید انسانهایی باشن که بگوین اگر ما گذشت بکنیم اون به جنت میرود. نه، اگر تو گذشت کردی و آغوش خود را باز کردی، الله تو را به جنت میبرد. هیچ بهانه نمیشود، هیچ بهانه را خدا قبول نمی کند. اول او شروع کرد، دخترش به من نداد، پول مرا گرفت، زمین مرا گرفت، بهانه ها نمیشود. اون مسلمان است، باید برای الله آغوشت را باز کنی و الا خدا روزه را قبول نمی کند. دوم، کسی که روزهش قبول نمی شود کسی که روزه گرفته اما چشمش روزه نیست. دیگه خطرناک نیست؟ خیلی خطرناک است. کسی که چشمش روزه نیست، نمی خورد، نمی نوشد، تشنه است، گرسنه است، کارم می کند، اما 2 تا چشمش تمام روز میتره، 2 تا چشم در حرکت است، تمام روز ذخیره و تمام روز آتش جهنم را تولید می کند. 2 تا چشمش به سریال، به تلویزیون، به فیسبوک، به دختر، به فلان، به بسم الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که 2 تا چشمش روزه نیست الله روزیش قبول نمی کنه. و بعد فرمود رسول پاک صلی الله علیه و سلم کسی که زبانش روزه نباشد. بسیاری ها قبلا غیبت نمی کردن، همین که ماه مبارک رمضان آمد قرار است تازه شروع میکنن به غیبت کردن. چرا وقتر به خانه میآیند، شروع میکنن به همراه همسرشان فلان فلان کرد، فلان فلان کرد، در حالی که نمیدانند. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که غیبت میکند روزش را الله قبول نمیگرداند. الله با ما و شما توفیق عمل نصیب بگرداند. سروران من، عزیزان من، بیاییم که ما با پروردگار خود پیش از این که این ماه بیاید صلح کنیم، با تمام معنا داخل این دین شویم، با تمام برنامه‌های خود داخل این دین شویم. و آخرین خواهش من این است عزیزان من، نباید تلویزیون در خانه باشد، اما در ماه مبارک رمضان که اهم است نباید نگاهش بکنی و الا خود را زحمت ندهیم که خدا فریب نمیخورد. سروران من، از تلویزیون سریال دور بکن. اگر خودت نگاه نمی کنی دخترت نگاه میکند، روزه هست. چرا اون خواهر مسلمان مرا که روزه گرفته زحمت کشیده روزه‌اش را به باد میدهیم؟ ما پدران همسرمان نگاه میکنه چرا روزیش به باد میدهیم؟ فرزندان ما نگاه میکنه چرا روزیش به باد میدهیم؟ شک در این نیست. وقتی به اون نگاه بکنن اون گناه است، اون معصیت است. تنها روزه گرفتن نخوردن و ننوشیدن نیست، و الا دهن اسبم بسته بکنی تا آخر روز چیزی نمیخوره و چیزی نمینوشه.
تماس میکشن مادران، تماس میکشن برادران که جناب مولانا زنان هم تراویح بخوانند. ای مادر دلم به حالت میسوزد. ای مادر چگونه تو این سوال رو از من میکنی که آیا زنان هم تراویح بخوانند؟ مگر زنان روز قیامت شفاعت نبی را امید ندارند؟ مگر زنان نمیخوان در زیر سایه عرش رحمان قرار بگیرند؟ مگر زنان نمیخوان دروازه های جنت بر رویشان باز باشد؟ مگر زنان نمیخواهند که الله رب العزت و الجلال اعلان بکند در روز عید 2 تا پیام میدهد الله بندگان من از شما راضی شدم، بندگان من شما را بخشیدم. این 2 تا پیام را خواهران دریافت نمی کنند. بدحجابی ها، بی‌حجابی ها، سرکشی ها، نافرمانی ها از شوهر، معصیت و گناه، تون زبانی ها، بد اخلاقی ها در 11 ماه. مادر گرامی این ماه را محکم بگیر. هر چقدر تکلیف میشوی، هر چقدر رنج میبینی، باید از این ماه استفاده بکنی. هر رکعت نفلش معادل فرض است. 20 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح، 20 رکعت فرض. هر فرض معادل 1000 رکعت نماز نفل است. یک بار بگو الله اکبر. عزیز دل من خوب توجه کن. ماه را فرستاده، وعده میدهد، به بنده امید میدهد، به بنده میگوید نگران نباش. اگر در 11 ماه تلاش کردی که گناه نکنی، گناه کردی. تلاش کردی که پرهیزگار شوی، نشد. تلاش کردی که دیگر به سمت گناه نروی، نشد. من ماه را میفرستم، بنده ام. اول وعده من این است که در این ماه شیطان را به غول و زنجیر میکشم. شیطان به غول و زنجیر کشیده میشود. چرا؟ دوست دارد من و تو را. چرا؟ به خاطر که 11 ماه ضعیف بودیم، نتوانستیم. 11 ماه حیله و بهانه کردیم، شیطان نمیگذارد. شیطان ما را تباه کرد. شیطان ما را در 4 راه قرار داده، احاطه ما کرده. الله چه میگه؟ بنده ام نگران نباش، من یک ماه به نام رمضان دارم. این ماه را میفرستم، دیگر به تو بهانه نمیماند. من شیطان را به غول و زنجیر میکشم. این حدیث امام بخاری است. دیگه وعده بنده ام میترسی از جهنم؟ ترس داری گناه زیاد کردی، ترس داری بی حیایی و بی شرمیت زیاد شده، ترس داری بی نمازی زیاد کردی، نگران نباش. در این ما دروازه های جهنم هم بسته نکنم. حتی یک در جهنم باز نمیماند. تمام درهای جهنم بسته می شود. فقط و فقط باید باران رحمت و مغفرت ببارد. فقط باید باران رحمت و مغفرت ببارد. درهای جهنم بسته شد. الله رب العزت و الجلال میگه بنده های در این ما دروازه های آسمان را باز میکنم تا آخر این ما دروازه های آسمان بسته نمیشه. یک بار خب آواز بلند بگو الله اکبر. یک بار بگو الحمدلله. که چقدر الله ما را دوست داره. خیلی زیان کرده، خیلی تباه شده، خیلی برباد شده. اون کسی که ماه مبارک رمضان آمد هنوز انسان نشد. ماه مبارک رمضان آمد هنوز برنگشت. ماه مبارک رمضان آمد هنوز توبه نکرده. ماه مبارک رمضان آمده هنوز به سمت گناه در حرکت است. حتی فرشته از آسمان صدا میزند یا باغی الخیر اقبل. ای کسی که در طلب خیری، ای کسی که در طلب رضای الله هستی، ای کسی که در طلب مغفرت الله هستی، به سمت خدا بیا که ماه رحمت و مغفرت آمد. و یا باغی شر اقصر. ای کسی که در طلب شری، در طلب گناه هستی، در طلب نافرمانی هستی، در طلب سرکشی هستی، کوتاه بیا. بس نیست. این یک ماه برای پاکی، این یک ماه تمرینی برای تقوا. این دقایق و لحظه ها و ثانیه ها عزیز است. عزیز من چقدر این ماه مبارک است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اگر یک مسلمان یک تا خرمای به یک مسلمان دیگر به افطاری میدهد، یک خرما، و یا اینکه خرما ندارد یک گلاس آب را رفته از ترمز میگیرد میدهد به دست این مسلمان، فقط همین قدر واسطه شده بین ترمز و بین این انسان که گلاس آب را برداشته آمده به یک
برادر مسلمانی که روزدار است برایش میدهد، الله رب العزت و الجلال برش میگه به اندازه ثواب روزه همین مسلمان الله به این اجر نصیب میگه. چقدر لطف است، چقدر کرم است، خدا چقدر لطف کرده در حق ما. یک رکعت نفل این ماه معادل فرض است، پس هر رکعت نفلش معادل فرض است. بیا که یک نکته دیگر هم برایت بگویم. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید ای بشریت، ای امت من، هر رکعت نماز فرض که در ماه مبارک رمضان میخوانید به اندازه 70 رکعت نماز نفل در دیگر ماه هست. بگو الله اکبر. 70 رکعت نماز صبح چند رکعت فرض داره؟ پس کسی که این رو در جماعت خوانده چقدر ثواب گرفته؟ 140 رکعت نماز فرض خوانده باشه. چقدر جفا کرده او مسلمانی که سحری میخورد، بعد میرود دوباره در بستر میخوابد، چشم خود را باز میکند که آفتاب طلوع کرد. ای جوان عزیز، من عذر میکنم. ای خواهر گرامی، ای پدر بزرگوار، عذر میکنم. قسمی که الله و پیش بندگان خودش گاهی وقت عذر میکند، بنده ام بیا. پس این دعوتگران هم این مسئولیت را دارن، عذر میکنم. نخواب بعد از سحری، نماز جماعت صبح را از دست نده، 8 رکعت تهجد را از دست نده که ما خیلی بی وفا هستیم. ما خیلی گناه کردیم، خیلی نافرمانی کردیم، خیلی سرکشی کردیم، خیلی از الله دور خوابیدیم، خیلی خفایش کردیم. عزیز دل من، بیا در این یک ماه هم معذرت خواهی بکن از قرآن، هم معذرت خواهی کن از نبی، هم معذرت خواهی کن از الله. یک معذرت خواهی از این 3 چیز ما قصد داریم. چرا در زندگی ما قرآن به معنای واقعیش نبوده؟ این ماه قرآن است. انزل فیه القرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده. پس این ماه قرآن است. چقدر خیر و خوبی. این ماه را خدا ماه رحمت، مغفرت، ماه نجات از جهنم، ماه نزول قرآن، ماهی که شب دارد به نام شب قدر که بیشتر از 1000 ماه عبادتش فضیلت دارد. سریع تکبیر! دیگر چه قسم الله رب العزت و الجلال به ما بیان بکنه، چه قسم الله محبت خود را به ما و شما نشان بدهد.